من صحبت کنیم. رای دادی داشت؟ بله من رای دادم. به کی رای دادی؟ به دکتر پزشکیان. خب به نظرتون رای میاره نمیاره؟ بله 100% میاره. برای اینکه اون زنش 30 سال مرده، هوای نفس خودش اونجا زیر پا. این یه دونشه. چون مردا تا زنشون میمیره دیگه نمیتونن زندگی کنه، میرن زن میگیرن. اما چطور زنا نمیرن شوهر کنه همه؟ ایشون به خاطر اینکه زن نگرفته بوده، 30 سال بوده زنش مرده بوده، زن نگرفته بوده، 2 تا دختر داره، یه پسر، هوای نفسش از خودش شروع کرده. از این خوشم اومد. و وفاداری و دوستی هم نکردم، قولم نداده چی کار کنه. خدا کنه فقط یه کاری کنه که خونه رو ارزون کنه، ماشین رو ارزون کنه، زندگی حقوقمون همون حقوق قبل کنه. حقوقمون نمیخوایم حقوق زیاد بشه، حقوق زیاد فایده نداره. چون الان زمین تو تهران خونه بخوایم متری چنده؟ متری 5 تومن بوده، اینجا شده متر 200 تومن. پایینتر متری 5 تومن بوده شده 150 تومن. پایینتر 2 تومن بوده شده اینقدر. الان دیگه قبرم تو بیشتر رو نمیتونیم بخریم. از همین بعد داره بده. ما چجور زندگی کنیم؟ چجور دخترامون شوهر کنیم؟ چجور پدرامون زن بگیرن؟ من خودم الان 3 تا نوه بزرگ پسر دارم، 3 تا نوه بزرگ دختر دارم. هیچ کدوم هم لیسانس فوق لیسانس، هیچ کدوم هم نه کاری دارن نه میتونن ازدواج کنن. حالا یه سری مرددن هنوز برای رای دادن. بهشون، به اونایی که هنوز نیومدن پای صندوق چی میگید که بیان پای صندوق؟ من دختر خودم هیچ وقت رو رای نده. بهش گفتم مامان میام، گوش کنم، اومد به پزشک، اومده الان میاد پزشکیان رای بده. به مردم چی میگید؟ به مردم هم میگم، ولی اینجا یه سری قبول نمیکنن، میگن جلیلی. من نمیگم جلیلی حالا خوب پیام هست، ولی پزشکیان بهتره.